در دوشنبه 76 سالگی تأسیسیابی جمهوری مردمی چین را تجلیل کردند. این چورابینی با تشبث سفارت چین دایر گردیده در آن نمایندگان حکومت تاجیکستان، کورپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه، کارخانه‌های چینی و شخصیت‌های معروف جمعیتی شرکت کردند. سفیر چین درباره رابطه‌های دوستی و همکاری‌های سودمند میان تاجیکستان و چین سخنرانی کرد. در دایره دیپلماتی میان دو کشور همکاری‌ها در فرمت یک کمربند یک راه رشد می‌کنند و تبادل بین خلق‌ها نورهای نو پیدا کرده به هر دو خلق منفعت واقعی می‌آورند. نیت‌های بشردوستانه و دیپلماتی ما با نیت‌های تاجیکستان موافقت می‌کنند. با استفاده از اراده راهبران دو کشور، ما با همکاری‌های همه‌جانبه استراتژی و روابط چین و تاجیکستان در دوره نو برای رسیدن به سطح نوی رشد و تأمین منفعت‌های بیشتری هر دو کشور و مردم آنها به طور قطعی مساعدت خواهیم کرد. چین کشوری دارای تاریخ زیاده از 5000 ساله است که به جهان کاغذ، بارود، کمپاس و ابریشم را بخشید و تا امروز گوهر نوآوری‌ها و میراث فرهنگی باقی می‌ماند. طول 76 سال موجودیت جمهوری مردمی، چین توانست به دستاوردهای نظررس در بخش‌های اقتصاد، علم، تکنولوژیا و سیاست نائل گردد. امروز دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده، از این دولت فابریکه جهان نام می‌برند. چون قسم زیادی محصولات صنعتی جهان از تکنیک تا لباس محض در این کشور استحصال می شود. مناسبت‌های دیپلماتیک بین چین و تاجیکستان سال 1992 برقرار شدند. دوستی میان این دو کشور ریشه‌های عمیق داشته، سال به سال همکاری‌ها گسترش می‌یابند. امامعلی سعیدزاد، آسیا پلوس.